سلام بچه ها، چطورید؟ آقا خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو اومدیم بریم سراغ آفرود، یعنی یه جنگل طبیعت باساتون آوردم. با پیسی میران اومدیم بچه ها. خوب بچه سلام. خوبی داداش؟ اومدیم آفرود با پژو پارس اومدیم. آفرود نیست، یکم پیچ داره. یه چالش سخت آفرودیه، یعنی تو جاده میری یکم به پیچ طبیعتش مثل آفروده. حالا برو بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش یه دونه ویدیو رو لایک کن، کانال ساب کنید. برو بریم حاجی من تا حالا با آفرود نیومدم. من آفرود رفتم ولی خب با پارس نیومدم تا حالا. چه خفن، خدای آفرود خوبیه. اگه بری تو این جنگل دیگه میشه خود آفرود. من فکر نه حاجی چیز نکنم. برو حالا ببینیم. حاجی موتورش جوش آورد. مشکل داره ولی خوب میره. یه گاز بدی تو تا بالا با حاجی صداشو یکم زیاد کن. خوبه داداش مردم. اوکی حاجی صداش بله همینو بریم آفرود. آقا ویدیو عوض شد. داستان ویدیو عوض شد. اومدیم بریم آفرود. یه ماشین برداره اینجا رو بریم آفرود. یه ماشین دیگه. آره دیگه یه ماشین برداریم مخصوصا اینجا. به بچه اونایی که آفرود دوست دارن این ویدیو رو تا آخر ببینید چون قرار خوش بگذره. بچه برو بریم. اینقدر بزرگه حتی لود هم نمیشه. اوف خاموش شد داداش. چی شد؟ یه گاز بدیم. توشو بگیر بچه ببینم. به این من تو یوتیوب نگاه دستشو میکشن داده. ببین من یه چیز دیده بودم. خب تو یوتیوب دیده بودم یه آدمی خب رفته بود سوار ماشین دوستش بشه. ماشین دوستش هم از این خارجی ها بود، خفنا چینیا، از اونایی که دستیشون دگمه‌ایه. سوار اونا شده بود. دوستش میگفت داداش دستی بکش حال کنی. اونم دستی کشید. دستیش ماشینش دگمه‌ای بود. متاسفانه دستی ماشینش دگمه‌ای بود، نتونست دستی بکشه. عجیبه واقعا. صداش یکم آرومشون زیاده. من خواستم واسه پارس یکم صداش زیاد باشه. حاجی چه خفن. اینجا رو یه آپاراتر حتی رفت دیدم تو آپارات. بچه من البته زیاد آپارات نگاه نمی‌کنم. بچه بودم زیاد نگاه می‌کردم. الان بزرگ شدم دیگه رفتم تو کار یوتیوب و اینا. حاجی ببین چه خفنه. به حاجی چه خفن. ببین چالش اینه که تو نباید ماشین داغون بشه، نباید چیزیش بشه، باید عالی بریم. اینجا باید حال میده آهنگ چیزم بذاری، خفن بذاری، رد کنی حال بدی. وای خیلی خفنه بچه ها. تک تکتون آرزو میکنم این ماشین بخیر. باز خودم حتی آرزو میکنم بله بچه ها. بازم من میگم اینجا کجاست؟ آقا این ویدیو 50 تا لایک بخوره، 50 که نه هم 50 تا لایک بخوره من میرم پارت بعدی ویدیو رو میسازم. وای خوشگل. اینجا آبه ولی خب میتونی بری تو آب. اگه آبش یکم ما اینجا بودیم دیگه. وای چه خفنه. الان میای پایین میگی مثل میلاد کرم میگی وضعتان چینه حاجی ابل فز. ببین فقط تویوتا دیگه اینجا رو میتونه برم. حاجی طبیعتش منو کشته. طبیعتش خیلی خفنه. خیلی 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 خیلی. فهمیدید؟ چشمونو ببندیم ببینیم اینجا کجاست.
خفن خودت بالا بریم پایین. جنا. پایین پایین بریم پایین. اگه نبود بالا میریم. میام بالا. نه اینجا خیلی خفنه. میریم قبیله. چیه؟ نگو که اینجا قبیله است. نگاه. چیه؟ قبیله؟ حاجی چه خفنه. حاجی وای. آقا برو ببینیم. ببینیم قبیله. اینجا نگه داشتیم. ببینم ماشینو یکم بررسی کنم چیزی نشه. حالا وای یا ابوالفضل قبیله است. نه دیگه اینجا رو نمیریم. ماشین خواهیم. خب برو بالا رو برو. ای بابا برو برگرد. آره برگردیم. خیلی خفنه بچه. خیلی خفنه. تو الان اینو نصب کردی این کوهشو؟ اینجا رو جنگل رو خودش داشته؟ خودش داشت. وای. بچه اگه بیایم چیزی اینجا نشد که؟ نصب نه، چیزی. کنید. بچه اگه بیایم اینجا نصب کنید خیلی خوب. الان خودش اینو داره. مد اینو نزدیم ما. چرا؟ زدیم. مد ماشین زدیم. مد مپ و اینا نزدیم. ببین من یه مشکلی با این قزوینه دارم. میفهمی دیگه؟ بچه ها میفهمم. میدونم پایین چی بود. اگه این مدو زده باشم بچه هم آره دیگه میدونم. چی. بچه فقط یه چیزی. بچه را اصفهانی ها انقدر پول دوستن؟ چون پول دوستن. بچه بس دیگه بریم. بشین بریم. حاجی اینجا خیلی خفنه چون حالا میری بالا آفرودی هم تازه هستش. موتورش انگار رو تریلی گذاشت. آره داداش موتورش. خیلی خفنه. تو تریلی رو آخر اینجا چیه؟ بعد همینطوری میره. همینطوریه؟ یه چیزی آخر ویدیو مپم نشون بده به بچه ببینیم چطوریه. حاجی اینجا چیه؟ برو ببینیم چیه. مپو نشون میدم به بچه ها. اینه. آره اینو. اگه این مپ اومدید چی رو بزنید؟ این بود. همینو بزنید که اومدیم پایین از دست چپتون رو برید. آره. آره بعد اون میشه آفرود. شما وقتی وارد بشید توی خیابونی ولی خب وقتی بری دست راست دیگه آفرود نیست. نه دست چپ. دست چپ. من اشتباه گفتم دوستان ببخشید. وای وای. مستقیم کجاست؟ این کجا؟ نمیدونم. کنار آب. دریا شناور. ببین بچه من توی دریا نمیتونم خوب شنا کنم. کدوم ور تو بریم؟ استخر بهتر میتونم. نه این ور رو میره خودم نمیره. چه خفنه اصلا. من یه هنوزم جا گاز میدم آجی دیگه. یا اول بس. ببین آفرود خیلی خفنه وقتی گازش بگیری. تموم شد. گازش بگیری علی اشکالی گازش نداره همینجا رو میریم. خیابونو برو سرعتی برو گاز بده. کنیم یه وقت. داداش این ماشین واسه خودش ها. فکر نکنم چپ کنیم. اینجا کجاست؟ گاز بده داداش. ها هوا چی شد آقا؟ هنوزم میره. هنوزم میره حاجی. اون خم نشدی. حاجی ماشینو حاجی چیزی ماشینو چیز کنیم. آمد. با همین من میرم. واقعا با هم میری؟ داغونم تازه شده ها. داغونم شده. این لاستیکش چرا 405 بر نمیداری؟ اشکالی نداره. من با همین میرم. آخرم باشه. اگه خراب نشه
حاجی این خیلی داره دیگه میره. بلند شدی که بچه چه نینی ها آقا چرا بلند نمیشه ماشین؟ بیا ها من با هم میرم بریم برو. ادامه دادیم ها این چی گوشه لاستیکش؟ اون خواهم نگفتیم نمیدونم ماشین رو عوض کنیم ماشین رو عوض کنیم. کنی که بریم اون باید نمیرم خب چه ماشین برداریم میخوای به حرف من گوش بده، یه توییت های دیگه هست مدل دیگه، از اونو بردار. یا پایین تا بهت بگم قدیمیه. نه قدیمیه. اون بالا اون آبیه. اون آبیه اون ور. آره این. تویوتا آره اینو برداریم میخوای معمولیشو برداریم معمولی یا اون آفرودیش خفنه به نظرم. همین سفید برداریم آفرودیش خفن نیست؟ نه مثل این توییت است ولی خوب نمیده فکر کنیم سرعتش یکم کم دوستان، آره خیلی شبیه سیف و اینا هم هست تازه. آره یعنی نمیدونم اسمش چیه ولی توییت است پشتش نوشته تویوتا. سم خفن. واو گاز بده، من گازش رو دوست دارم. حاجی خیلی خفنه. یه لحظه کنترل رو بزن، برو هوا خود مپو به بچه نشون بده. نه سب کن میدونم شو نه شد نه چی باید بزنی؟ چیزی میدادم بیرون میرفت شیفت نه اینو بزنیم سوارشون میزن چی بود من میزدم یه چیزی میزدم میرفت هوا حاجی ماشین رو تو طبیعت اصلا نمیخواست اینطوری ببر ها بچه نشون ببینم ای وای ببینم برو بالا مپو به بچه نشون بده. وای این چقدر بزرگه آره مپش خیلی بزرگه. برو هوا قشنگ برو هوا. آبشار داره؟ ماشینم هنوز موتور خراب شد واقعا آبشار داره موچای آبی آره نشد موچای آبی این 4 تونه آره یعنی واقعا آبشاره من نمیبینم واقعا. همینجا نگه میداریم یه ماشین خوب برداریم نه همینجا فرود نمیاد همینجا پیاده میشیم ماشین خوب برداریم. بریم تو آب بریم تو آب ببینیم این کجا آبشارش بچه اگه ماشین میخواید واسه آب تو آبم بره اینو بردارید این خفن روی آب تو آبم میره. آره یه سولی سنگینه. میره من آخه لاستیکاش خیلی من روی علومم خونده بودم که
درس علوم خونده بودم که چیزای سنگین باید برن زیر آب. خب این لاستیکا باد داره، این باد اونو نگه میداره. آها راست میگی. لاستیکاش بزرگه دیگه. لاستیک هم فکر اینجاشو باید چه نکردیم. واقعا آبشاره. اینجا رو میگفتم لابشارم بزرگ آبشار، من اصلا نمیبینم من. نمیدونم. مستقیم رو نگاه. این کمه؟ یک کمه. آره بچه یک کمه. آجی چه خفن واقعا. میشه ببینم با یه چیزی میاد بیرون. گیلاس بانو احساساتی میشه انگار اولین باره دست تو دستامه. چه اونایی که آهنگ گوش دادن از رابین فرد تو کانت بنویسن. اوف حاجی آبشار چه خفن قشنگه. خیلی قشنگه واقعا. الان قشنگتر هم میشه. ماشین تو عوض کنی قشنگتر میشه. خدا حاجی آبشارو چه خفنه. آخ آبشارو بریم ببینیم آبشارمون الان قشنگتر میشه. کو بیایم اینجا بشینه ماشین. اوف وای خیلی خفنه. ویوره آقا ویور خیلی خفنه. امیدوارم که اینجا میایم. مار داره. مار تو این سنگا شاید مار باشه. خدایی همینجوری وضع تاره. آقا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدای لایک و سابیتون نره. کلی زحمت کشیدیم. وای خیلی خفنه. آقا تا ویدیو بعدی فعلا بای بای.